University of Essex یکی از پانتون‌های برتر انگلیس است دوستان که شما میشه در این پانتون اپلیکیشنتون رو روان کنین و اگر واجد شرایط بدین حتما اینا به شما آفر میده. وقتی که آفر گرفتین بعد از مراحل بعدی و ویزا گرفتن در این پانتون میشه که ادامه تحصیل بدین. سلام خدمت تک تک شما دوستای عزیز، امید است که صحت و سلامت باشین. امروز بازم با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستم که در این ویدیو میخوایم به شما آموزش بدیم چگونه میشه یک پانتون‌های دیگه یوکی که به نام University of Essex هست اپلیکیشنتون رو بسازین و به اینا ارسال کنین. پس اگر میخواین که در این پانتون ثبت نام کنین و اپلیکیشنتون رو بفرستین حتما تا آخر ویدیو با ما باشین و سپاس فراوان از اینکه همیشه ما را حمایت کردین دوستان. باز هم از شما خواهش مندیم که کانال ما را سابسکرایب کرده ویدیوهای ما را لایک کنین و اگر کدام سوال مشکلی داشته باشین حتما در قسمت کامنت سوال کنین تا ما بتونیم به سوالای شما پاسخ بدیم. این صفحه رسمی دانشگاه ایسکس است دوستان که من لینک از این صفحه در دیسکریپشن ویدیو میمونم که با کلیک کردن شما در این صفحه میایین. وقتی که در این صفحه آمدین دوستان درباره پروگرام‌هاش میشه شما معلومات بگیرین درباره خود دانشگاه، درباره اساتید، درباره شاگردا و درباره فضای دانشگاه میشه شما معلومات حاصل کنین. اگر میخواین که شما در یک از پروگرام‌ها یا مقطع‌ها اپلای کنین در قسمت استادی بیاین. در اینجا سه مقطع بر ما گفته که اندرگراجویت و لیسانس میشه، پست گراجویت تات و پست گراجویت ریسرچ. هر دوش مربوط ماستری میشه که پست گراجویت ریسرچ مربوط کسی میشه که ریسرچ انجام میده و پست گراجویت تات مربوط کسی میشه که میخواد در خود می دانشگاه درس بخونه. پس ما میخوایم که به ماستری اپلای کنم، بالای پست گراجویت تات کلیک میکنم. وقتی که صفحه بعدی باز میشه دوستان اینجا بر ما گفته استادی یا ماسترز کورس و بالای اپلای ناو کلیک کنید. این صفحه بعدی که باز میشه دوستان اگر شما از پیش اکانت ساخته باشین و اکانت داشته باشین در می پانتون با وارد کردن ایمیل آدرس در اینجا و پسورد یا پسفریز در اینجا شما میشه که در اپلیکیشن تان یا پورتال تان لاگین کنین و اگر میخواین که یک اکانت نو بسازین بالای ساین اپ هیر کلیک کنین و در اینجا شما سوال کرده که دوستان آیا شما یک ایجنت هستین که به جای کسی دیگه میخواین اپلای کنین. اگر شما ایجنت هستین یس بگوین و اگر ایجنت نیستین نو بگوین که مشخصات خودتان در اینجا وارد شود. فرق بین ایجنت و شما چیزی نیست دوستان، یعنی شما بدون میانجی یا کنسولتنسی میشه که مستقیم در این پانتون اپلای کرده و آفرتان رو بگیرین و وقتتان را همراه پولتان ناق مصرف نکنین یا کدام کس دیگر هم نتین دوستان. پس قسمت اپلیکنت رجیستریشن در اینجا نام و تخلص ایمیل بازم ایمیل باید کنفرم کنین دوستان. یک پسورد دیگه با شرایطی گفته باید بسازین و خود راجستر کنین که من این کار انجام میدم دوستان. خب دوستان من معلومات و مشخصات از قبل نام و تخلص و ایمیل در اینجا درج کردم همراه پسورد و در قسمت بعدی که من شما سوال کرده که یک سکیوریتی کوشن است دوستان، یعنی میشه شما تغییر بدین و هر جایی که گرفتین یا هر سوالی که گرفتین میشه جواب بدین و وقتی که تمام شد بگین که رجیستر. راجستریشن ما در اینجا تکمیل میشه دوستان که برای ما گفته ما یک ایمیل به شما روان کردیم به خاطر وریفای کردن ایمیلتان که ما ایمیل خود چک میکنم و بالای از لینک کلیک میکنم دوستان که شما می کار انجام بدین. در این قسمت رفته و شما که میبینید اینجا بر ما ایمیل آمده از پانتونی سکس بالای از ما کلیک میکنم تا ای باشه شود و بر ما گفته که اگر میخواهی که ایمیل تان راجستر شود بالای از می کلیک کنید. ما بالای از کلیک میکنم. خب اینجا از ما سوال کرده که پسورد یا پسفریز تان را که تعیین کردین برای اپلیکیشن تان دوباره در اینجا تایپ کنید تا اکانت شما اکتیویت شود که من می کار انجام میتم شما می کار انجام میتین و میگم که اکتیویت مای اکانت. بله که اکانت ما اکتیویت میشه دوستا و اگر بخواین که اپلیکیشن تان شروع کنین بالای لاگین تو استارت اپلیکیشن کلیک کنین. این صفحه که باز میشه دوستا به این معنی است که اکانت ما ساخته شد و ما میتونیم که با وارد کردن ایمیل و پسفریز یا پسوردی که تعیین کرده بودیم در اپلیکیشن خود لاگین شویم که من می کار انجام میتم در این قسمت دوستا. وقتی که لاگین کردیم دوستا با وارد کردن ایمیل و پسفریز در این صفحه بعدی میایم که در اینجا فعلا ما کدام اپلیکیشن نداریم. اگر بخوایم که اپلیکیشن شروع کنیم بالای بیگین نیو اپلیکیشن کلیک میکنیم تا اپلیکیشن ما آغاز شود. وقتی که صفحه باز میشه دوستا به معنی است که اپلیکیشن شما شروع شده که چندین مرحله داره. مرحله اولش پرسونال دیتیلز است و مرحله آخرش هم سمری است و در قسمت پرسونال دیتیلز شما باید است که تمام جزئیات شخصیتان در اینجا درج کنین از قبیل نام و تخلص، تاریخ تولد و جنسیت و از کدام کاتگوری نژاد هستین. در قسمت بعدی هم که ایمیل آدرس و شماره تلفن است. در بخش بعدی که هوم آدرس میشه در اینجا
آدرس دقیقتان را باید درج کنید دوستا. در بخش بعدی که alternate کانتکت است، کدام چیزی اگر می داشته باشین نوشته کنید دوستا. اگر کدام چیزی نمی داشته باشین این ضروری نیست، مشکل نمی داشته باشه. در بخش بعدی که previous E6 connection است، کدام چیزی اگر شما از پیش همراه از پنتون یا ارتباط می داشته باشین yes بگیرین، اگر نداشته باشین که no بگیرین. ایره نو بگیرین، اگر داشته باشین که جزئیات شده قسمت باید درج کنین. بخش بعدی که مربوط سپورت اینفورمیشن است، از شما سوال کرده که آیا کدام دیسابیلیتی دارین یا نه، که می بخش اول که خودش گرفته درست است. و بخش فی استیتس که سوال اولش باید شما overseas student بگیرین. در بخش بعدی هم در اینجا کامنتتان را اگر داشته باشین نوشته کنین درباره اسکولارشیپ، اگر نمی‌داشته باشین کدام چیزی مهم و ضروری نیست دوستا. و وقتی که هم تکمیل شد بگین که save and next. این بخش که مربوط رزیدنسی میشه باز میشه دوستا، که مرحله دوم است. در بخش اول از شما سوال کرده که کنتری آف برت شما کدام است، که من افغانستان میگیرم، شما هر کشوری که بودین همون بگیرین. و سوال بعدی شما سوال کرده که فعلا در یوکی هستین، میگیم که نخیر. و این سوال شما سوال کرده دوستا که آیا شما اقامت دائمی یوکی را دارین، میگیم که نخیر. و در بخش بعدی سوال کرده که آیا شما اقامت دائم کدام کشور دارین، اگر یوکی را ندارین کدام کشور است اقامت دائم شما. من افغانستان میگیرم. و بخش بعدی که مربوط نشنالیتی میشه یا ملیت، من بازم افغانستان میگیرم. و در قسمت بعدی که آیا شما دوال نشنالیتی هستین یا نه، که من نیستم، کدام چیز اینجا نمیگیرم. در سوال بعدی شما سوال کرده که آیا شما استودنت ویزا نیاز دارین که در یوکی بیاین و درس بخونین، میگیم که بله من نیاز دارم. در بخش بعدی شما سوال کرده که آیا میخواین دیپندنت همراهتان بیارین یا نه، که فعلا این قانون اکسپایر شده دوستان، این رو باید نو بگیرین. و بخش بعدی شما سوال کرده که آیا شما از قبلا یا از پیش در یوکی درس خواندین یا نه، یا تحصیل کردین، میگیم که نخیر. و در بخش بعدی که مربوط پاسپورت میشه دوستا، که در اینجا باید نمبر پاسپورت وارد شود دوستا. در بخش بعدی هم که تاریخ انقضای پاسپورت، من کار انجام میتونم. و وقتی که دو چیز در اینجا وارد کردین دوستا، بگین که save and next. این صفحه که مربوط کورس از باز میشه دوستا، که مرحله دوم است. در قسمت choose your course، در تایتل کورس ما میخوایم که در کامپیوتر ساینس اپلای کنیم، نامش اینجا نوشته میکنیم دوستا. و پست گریجویت داتا میگیرم، از اینجا سپتامبر 2024 تا آگوست 2025 میگیرم. و فول تایم میگیم که سرچ. و اینجا بر ما نتایج میکشه دوستا، که من کامپیوتر ساینس ها میگیرم. در اینجا بر ما گفته که تاریخ استارت از اونها چه وقت است و همچنان استادی تایپش چه رقمی است. ما در قسمت اول ادوانس کامپیوتر ساینس میگیرم که فول تایم است و استادی تایپش هم چی است، تات است و ایوردش هم MAC است. پس من را انتخاب میکنم. و وقتی که انتخاب کردم در قسمت انتخاب میشه در قسمت پایین، و لینک اگریمنت هم من را کدام کار نمیگیرم و میگم که save and next. بعد از مرحله کورس مرحله کوالیفیکیشنز دوستا، وقتی که صفحه باز میشه این مربوط دو چیز است که انگلیش لانگویج و ایژوکیشن بک‌گراند. در قسمت اول شما سوال کرده که آیا انگلیسی زبان اولی شماست، که من نخیر میگیرم. وقتی که نخیر گرفتم بعضی گزینه ها و سوال ها باز میشه. از ما سوال کرده که آیا شما کدام تست رسپری کردین یا نه، میگم که بله ما رسپری کردیم و ایرام ابتند میگیرم. اگر شما امتحان رسپری کرده باشین و نتیجهش هم شما داشته باشین، ایرا ابتند بگیرین دوستا. و اگر هم رسپری نکرده باشین تو بی تیک نبگیرین و کدام مشکل نیست. برای ماستری شما حتی زبان انگلیسی هم نداشته باشین سندشه مشکل نیست، میشه که اپلای کنیم. پس ما در قسمت ابتند میگیرم، چون ما امتحان دادیم. ما میگم که آیلتس امتحان دادیم به این تاریخ به عنوان مثال. و در قسمت بعدی که اوورال اسکور از مثال میکنم، ما 8 میگیرم به عنوان مثال. لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ، اسپیکینگ هر چند گرفتین در اینجا باید درک کنین دوستان. ما کلش به عنوان مثال 7 یا 8 میگیرم. و در بخش بعدی میگه که امو تست ریپورت نمبرش چی است. در اینجا ما یک نمبر را که گرفتیم، هر سرتیفیکیت یک نمبر داره و در اینجا نوشته میکنم دوستان. و اگر شما میخواین که کدام تست دیگر اسپری کنین یا اسپری کردین میخواین دوباره او را اد کنین در اینجا بگین که اد تست. در قسمت بعدی که مربوط کوالیفیکیشن انفورمیشن یا ایژوکیشن میشه دوستان، از شما سوال کرده که مربوط لیسانس است، آیا شما اندر گریجویت خواندین یا نه، که بگین یس، چون به ماستری اپلای میکنین. باز در قسمت بعدی مشخصات و جزئیات که مربوط کدام دانشگاه میشه، کدام دانشگاه را خواندین، کدام کوالیفیکیشن گرفتین، کدام دیگری را گرفتین و آیا را گرفتین یا نه یا در حال جریان است، کدام تاریخ
خلاص کردین، در کدام تاریخی را گرفتین و نتیجهش چی است. پس ما ایرا کلش میرسونم دوستا. و در بخش بعدی که شما بیاین دوستا، گفته های شما ماستری رو خواندین یا نه، یعنی پست گریجویت مربوط ماستری میشه. اگر شما ماستری خوانده باشین یس بگیرین و مشخصاتش اینجا درس کنین، و اگر ماستری نگرفته باشین نو بگیرین و در قسمت پایینم کدام گفتنی یا کامنت می داشته باشین یا توضیحات بیشتر درباره امی ایژوکیشن بک‌گراند تان میشه که در اینجا نوشته کنین که من کدام چیزی ندارم و میگم که save and next. این بخش مربوط رفرنس میشه دوستا که بسیار مهم است. شما در قسمت پایین اینجا نام و مشخصات و ایمیل آدرس، شماره تلفن اون نفری که شما رو ریکامند کرده یا رفرنس شما باید است که با دقت کامل اینجا درس کنین و از اون نفر بخواین که از پنتونی سکس وقتی که ایمیل به شما میاد شما رو باید دوباره ریکامند بکنه و جواب مثبت به اونا بده. و وقتی که تمام شد بگین که save and next. بخش بعدی که مربوط به additional information است دوستای بسیار مهم است، به خاطر از اینکه از شما سوال کرده شما گپ تحصیلی دارین یا نه، یعنی فاصله تحصیلی شما چقدر است. پس شما یک متن اینجا نوشته کنید که من 2 سال یا 1 سال یا مثلا 7 ماه 8 ماه پیش لیسانس خود خلاص کردیم و وقتی اینجا کدام چیز نوشته کردیم دوستا بگین که save and next. خب دوستا در مرحله بسیار مهم رسیدیم که مربوط به داکیومنتس است. شما در این قسمت باید است که تمام مشخصات یعنی داکیومنت مثل پاسپورت و سی وی و ترانسکریپت و سرتیفیکیت یا اگر امتحان سپری کرده باشین سند از اینجا باید اپلود بکنید. در قسمت اپلود داکیومنت بیاین اینجا بگین که چوز فایل. وقتی که فایل انتخاب کردین باید از پایین بگین که همون فایلی که انتخاب کردین مربوط سی وی هست، انگلیش لنگویج کوالیفیکیشنز هست یا پاسپورت هست یا پرسونال استیتمنت هست یا رفرنس هست یا کدام چیز دیگه است. پس ما کلش اپلود میکنیم دوستا، چون اپلود کردن داکیومنت بسیار وقت میگیره، من نمیخوام که ریکورد بکنم و شما با دقت کاملی رو باید است که انجام بدید. خب دوستا وقتی که من داکیومنت خود اپلود کردم در قسمت پایین بر من لیست میشه که من چی چیزا را اینجا اپلود کردم که شما میشه تمام اسنادتان را اینجا اپلود کنین که از قبیل پرسونال استیتمنت میشه و ترانسکریپت میشه و انگلیش لنگویج کوالیفیکیشنز هست. هر اسنادی که شما داشته باشین در اینجا باید است که اپلود کنین. پس من می سه تا اپلود کردم و میگم که save and next. بخش بعدی که سمری از باز میشه دوستا که مرحله آخر است. در قسمت سمری دریجه بر ما گفته که شما اپلیکیشن تان را خانه پری کردین و مشکل هم نیست، از پرسونال دیتیلز گرفته تا ادیشنال انفورمیشن اینجا رسانده شده و این تیکم ما فعال بکنم و بگویم که سابمیت. وقتی سابمیت کردم اپلیکیشن ما به این پنتون سین میشه و ما باید از که منتظر نتیجه باشم. نهایتا تا 1 هفته یا 14 روز اینا اپلیکیشن ما را جواب میده و وقتی که اینا به شما جواب میده و اپلیکیشن شما را بررسی میکنه که واجد شرایط بودین شما را آفر میده و وقتی که آفر هم گرفتین اگر بدون سند زبان اپلای کرده باشین کاندیشنال است و اگر با سند زبان اپلای کرده باشین ان کاندیشنال است. به امید از که شما آفر ان کاندیشنال بگیرین و اگر کدام مشکلی داشته باشین حتما در قسمت کامنت سوال تان بپرسین و سپاس فراوان از اینکه تا آخر ویدیو ما را همراهی کردین. موفق و پیروز باشید.